дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла дар шаҳри Конибодом корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. با مقصد بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی و گسترش بخشیدن به کارهای بنیادکاری امروز در کوچه‌ای به نام اسماعیل سامانی شهر کنیبادام یک قطار قطعه‌های راه اسفالت پوش کرده شدند. این اقدام ارزشمند با تشبث یک نفر صاحبکاری وطندوست عملی شده با خرج شخصی خود راه را به مسافت تا 1 کیلومتر و پهنایی 6 متر پوره اسفالت پوش نمود. اقدام مذکور نه تنها سهم در بهبودی انفراستراکچور شهر بلکه نمونه عالی احساس مسئولیت‌شناسی شهروندی و وطندوستی محسوب می شود. در مراسم مورد بهره برداری قرار دادن راه نو تاکید گردید که چنین عملهای همت بلندانه باید نمونه عبرت برای دیگر شخصان سخاوتمند و خیرخواه باشند. ساکنان محله با شادی و صمیمیت از این تشبث استقبال نموده سهم صاحبکار را در آبادی محلی زیستشان بلند ارزیابی کردند. رئیس شهر کنیبادام دوران زاهدزاده ذکر نمود که صاحبکاران همچون نیروی مهم رشد جامعه می توانند در تطبیق برنامه‌های سازنده دولت و حکومت سهم ارزنده گذارند. از جمله اقدام این شخصی وطندوست ثابت ساخت که محبت به وطن و احترام به ارزش‌های ملی می تواند از هر گونه منفعت‌های شخصی بالا باشد. چنین عمل‌های خیرخواهانه از جانب دیگر ساکنان شهر و دهات نیز مورد دستگیری قرار گرفته آنها مبلغ‌های جمع‌آوری شده را که قبلا برای سفر حج پیش بینی شده بودند برای اسفالت پوش نمودن کوچه‌های خود روانه می‌نمایند. با تطبیق چنین عمل‌های خیرخواهانه شهر کنیبادام روز تا روز سیمای آباد و زمانوی کسب نموده و پیشواز جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای شایسته آماده می‌شود.